سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من امروز میخوام طریقه زدن بافت جزیره رو روی این سطح بهتون یاد بدم. حالا این یه سطحیه که من دارم روش کار میکنم، برای خودم طرح بندی کردم و به این نتیجه رسیدم که میخوام این قسمت کار رو کلن و دور تا دور کارم رو بافت جزیره بزنم. حالا فقط میخوام خیلی ساده طریقه بافت جزیره رو بهتون یاد بدم، پس با من همراه باشید. دوستان عزیز، اول میاید با کاردک یک لایه پخش میکنید روی اسفنجتون و به صورت دبدب روی این بافت میزنید که به این حالت در بیاد. حالا میتونید این دبدب رو بزنید، بعضیا این کار رو دوست ندارن انجام بدن و این دیگه کاملا سلیقه‌ایه، هیچ ایرادی نداره. و میاید این قسمتی که میخواید بزنید رو به صورت ضربه های خیلی یواش، اصلا نباید این کار محکم باشه، و در جهات مختلف، یه دونه این طرف یه دونه این طرف، و من جاهایی رو میزنم که فقط میخوام خارج از این خطی که طرح انداختم باشه. به این ترتیب کل سطح کارم رو میزنم. حالا یه جا شاید بیشتر بیفته، یه جا شاید کمتر بیفته. مثلا نگاه کنید، اینجا بیشتر افتاده، اینجا کمتر افتاده، هیچ ایرادی نداره. و من این کار رو در سر تا سر اون جاهایی که میخوام این اتفاق بیفته انجام میدم، این دبدب زدن رو. شما هم این کار رو انجام بدید. خب دوستان، من تمام این سطح رو این کار رو انجام دادم و ضربه زدم. حدوداً 5 دقیقه گذاشتم موند و الان میخوام با ماله پرداختش بکنم. وقتی که میخوام پرداختش بکنم، چون الان سطح من یک سطح خیلی کوچیکی هستش، با همین ماله های کوچولو کاردک های کوچولو انجامش میدم. ولی وقتی اگر سطح من بزرگ باشه، خب با ماله انجامش میدم. وقتی که میخوام کار رو پرداخت بکنم، باید در جهات مختلف اون رو انجام بدم. وقتی در یک جهت باشه فقط یه طرح میندازه. ببینید من این رو در جهات مختلف انجام میدم و میبینید کار چقدر قشنگ در میاد. بعد پرداختش میکنید اینطوری. میبینید در جهات مختلف انجامش میدیم و این طرح‌ها میفته روی کارتون. و اینجا وقتی که اینا اضافه میاد، اینها رو روی ظرف خالی میکنید و من اینجاها رو هم انجام میدم. از نزدیکتر میارم که شما ببینید. اینها فعلا زیر کار ما هستش که ما داریم یک طرح رو پیاده میکنیم. اینها همه زیر کار هست. یک بار که مثلا از راست به چپ کشیدی، همینو میتونید دوباره پرداختش کنید از بالا به پایین که در یک جهت نباشه. و هر خطی که ببینید، خط نباید توی کارتون بیفته. به هیچ عنوان ما هیچ گونه خطی نباید داشته باشیم. کار باید کاملا تمیز باشه. هیچ خط و خطوطی نباید توی کار باشه. کار رو باید تا جایی پرداخت بکنید که هرچی خط هست از روی کارتون برداشته بشه و یه سطح خیلی صاف و تمیز اینطوری داشته باشید. این طریقه بافت جزیره هستش که خدمتتون عرض کردم.